چرا گریه میکنی مادر من؟ سلام الله. حال شما خوبه؟ یه پشت خانه ما و یه خانه ساختن آقای عابدلی در واسه پیگیری کرد. آمده پشت خانه تمام ساختمون ساخته. بعد اصلا حیات نبودش، آمده طبقه دوم پشت خانه ما حیات کرده. اصلا نمیشه باید حرف بزنی. سال شهروند مایی؟ اینجا تقریبا 15 سال آمدیم، شوهرم اینجا تازه دست دادم اینجا. فرزنداتون هم اینجا؟ نه یک آلمانی، دوتای مشهده. چرا گریه میکنی مادر من؟ در وقت ماماشم بود کرد ندید آقای مهندس دلم پیدا کرد. این کار بچه های آقای مهندس کار من نیست، سخته برای من. با هر کس آدم باید درگیر میشه، با هر کی صحبت کنه. شما برو سر ملکت. چشم. ما 10 دقیقه دیگه میریم بازی. چشم. و خودم الان با یابه دیگه میریم. چشم قربان دارم. کدوم ملک مادر؟ این ملک آقای. خونه شما کدوم خانم؟ پشتی خونه ما آقای مهندسی همون پشت و پشته. اونجا رو آورده حیات ساخته. درسته. الان تر موضوع تو کمیسیونه. بچه‌های کنترل نظارت زنگ میزنن بگو بیا تعطیل کار کنن. زنگ بزن بگو یکی بیان همینه تعطیل کنن همینه. مأمور شما من نمیدونم چیکار میکنم با اینا. جواب بدید دیگه. ما خاکی طبقه خیلی خودمونی داره صحبت میکنه میگه آقا جان من. اما خب کسی جلوش نمیگیره آقای مهندس. اما چرا یک مستضعف بدبخت باشه 1000 بار میانه خالی میکنه. من کوشم دادی تو برو بلنس بری حد با شهردار مخوریم بخوری. من نمیخوام دعوا کنم. برو به سلامت دیگه. آقای شهیدی زحمت بفرمایید. برو به سلامت. میام یه روز میام سر بهت میزنم. ما گفتیم هر پروژه شروع میشه تابلو راهنما داشته باشه، زومکن کارگاهی داشته باشه، بالای 20 هکتار داشته. تو هیچ عمل نکردی. خب الان منتظرید ما بریم یا میخوای برید تعطیل کنی یا من برم تعطیل کنم؟ آقا برید تعطیل کنید دیگه. با این چیزا آقای اداری حل نمیشه بود. خیلی فراتر از این حرفا. خدا شاهده کوتاه نمیگم آقای نجفی. این دو تا از این مرحله جلوتر برن همتون رو میدم معرفیتون کنم به دادستان. تعارف هم ندارم با آبروی حیثیت ما بازی نکنید.